درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. امروز یک جامعه خاص رو بر کردم. واقعا این جامعه رو وقتی که بر کردم حس کردم که جسم من راحت میکنه و امروز اطراف یک هنر حرف خواهیم زد که واقعا نادر است در تاجیکستان، نه تنها در تاجیکستان بلکه در جهان. این هم باشد هنر چیتگری است که با رنج دستان هنرمندان آفریده می شود و خیلی نقش و نگار زیبا و به همتا دارد. ما در خاندان یک نفر هنرمند مشهور تاجیکستان در شهر سروشن، میرامین سعیدوف، قرار داریم. ما رو به مهمانی دعوت کردن و در حلقه اقربایشان امروز نشستیم و در برنامه گنجور اطراف هنر نادری چیتگری صحبت خواهیم کرد. سپاس که ما رو دعوت کردید. بیاید سر اول برای ما بگویید که این هنر از کدام پیش به شما اومد، چگونه به شما انتقال یافت و چگونه شما به فرزندان و نبیره های خود آن را انتقال میدهید؟ این کسب چیتگری یکی از کسب های قدیمی مردمی تاجیک بوده. پیشتر متاعهای گوناگونی نقش و نگار داشته نبوده. در همه شهرهای قدیمه اولاد چیتگران بودگی، آنها به همین آماده کردن نقش نگار در متاعهای پختگی این کار میکردگی. از آن جمله در قطار همون هنرمندان بابای و باباکلان و باباکلان های ما هم همین اولاد چیتگران بودگی، همین کسب مشغول بودگی و به مردم خدمت میکردگی. همین کسب به مردم پیشنهاد میکردگی، متاعهای گوناگون نقش کردگی. شما همین کسب رو از پدرتان مختید. یک کمی درباره پدرتان حرف زنید. چگونه قد و قامت داشتن، چگونه مرد بودن، چگونه به شما انتقال دادن؟ استاد شرافی چیتگر یک جایه با بابام و باباکلان هم کار کردگی. آخران دوری که همین پدرم کار کردن تا سالهای 1960 تا همین سالهای همین کسب چیتگری مشغول بودگی. چون که همون وقت در همین یک طرف های کوهستان یک چنان محل های و قشلاق های بودگی که تا همین عوره و استر کرپش اسمی چیتگری نکنه دیگر دختر نمیدادگی. یک مسافت بودگی. همونجا ما ماید یک بودیم می آمدن، همین پدرم به فرمایش میکردن همین استر و عوره کرپچه و آدم یک آدم مسافت نورانی عجایب بودن. پاچکشان با کفش چوبین کتی می آمدن. ما همین چیز دیدگی چشم مکتی سالهای بعد 60 انیق وقتش اسم نه. بعد همین که وقتی که متاعهای چیزا ورشد دیگه طلبات که در بازار نماند، این کسب اولاد چیتگران، چیتگرها، هنرمندان چیتگر مثال در یک خودی استرافشان یک چند آیله ها بودگی. بله. و یک دورازی بالا گذری دورازی بالا میگوییم اونجا به یک آیله دیگری می رابطی چیتگر میگفتگی و یا زندگی میکردگی. چند دادرها بودگی و یا بود مثال اسفره بودگی، کانی بادام بودگی، خوجند بودگی، سمرقند، بخارا، حصار، همین جا چیتگرها زندگی میکردگی. بعد از آن که طلبات نشد همین چیتگرها این از بر کسب پرتافته رفتگی. یعنی روی کار اومدن تکنولوژی نو و فابریکه ها که مثلا همین گونه متاها رو رنگ و نقش های گوناگونی مثلا سنئی کتی میبرآوردن، این گونه هنرهای نادر رو از بین بردن. و بگویید که شما چگونه به این کسب دست زدید؟ وقتی که هم هنرمندان بحث کردن، بعد نماینده های بسیار آثارخانه ها آمده از بین از هنرمندا اسباباشون گران رفتگی، خریدگی، ماندگی یا خیلی بعضی دیگه همین قالبای چوبین، همین قالبایی که نقش میپردیم همه زرچوب کندکاری کردگی. همین این چوبای هستن نوک، گیلاس، چوبای مستحکم. پدرم گفت که همین رنگ و همین قالبای تیلا میتیم گفتم نتی این یک روز در کار میشد گفتگی. همین که پدرم همین قالبای سخت کرده ماندن ایستادگی. یک وقتا میشد که از انستیتوت اتنوگرافی به نام احمد دانش دوشنبه از اکادمی فنهای تاجیکستان یک رستنک میبیاد میذاره نو گفتگی حالی هم ایسان باید همون تمام بخارا، سمرقند،
خوجان کنی بادام اسفره همه جاهای میکواتم چیتگرایی که کنی جا بایم چیتگر نمیاد با هم گذاری ما که ما اصلا من گذاری تا دهنی دروازه میگیم اولادامو همشون همونجا بگذاشتگی همونجا هم تو گذاشتگی یک مستفید همسرم همونجا شتگی بودگی چند کس پرسیده آمدگی که نمیدانیم چیتگرایی با هم مستفید میپرسند که بابا عروس میپرسند که بابا گجاب همین چیتگرا اخیران وقت من پدرم نشان میداد درامه همین آدم اخیران وقت کار میکرد حاضر نمیدانم میداند می نمی آمده میدارد خانه با یک عروسی خوشچقچکی ضعیفی خوب بود ما یا مایده بودیم بعد پدرم گجاب بودیم میبیان صحبت میکند بعد میگه گوستا همین کار یک بار احناو کنید ما نویسته گیریم وای کنیم همون زنکک همین پدرم بعد کار سر کردن خودش کارباس یافته آمد از گجاها از تکستیلای دوشنبه بعد پدرم کار سر کردن هر یک عملیاتشون همش نویست چه خیلی کار میکنن قریب یک ماه همین در خانه شما بود روز میبیاد شب مهمان خانه روز میبیاد این اقوام همشون مهجک بودن شما چند سال داشته؟ اون وقت من همین صنفای 6 یا 7 بودم هر یک کارم نویست بعد یک تا همون و با یک گله کار کردن پدرم یک 7-8 نمودی کار تشکیل کرده دادن آخر همش گرفت و من گفت اینو برده گفت موزه دوشنبه میتیم رفت همین که یک ما گذاشته بود که پشتکتی یک کریتانس آمد پول پدرم حیران شدن اکو رفته پشتلیانو اون وقت میکشان دیگه گفت اما اگه این پول رفته نگیریده این گشته میبرد سانی صاحبش به گشته روید با کاکاوک میشد و همین گرام مانید کتگی سان رفته پدرم پشته پول گرفته آمدن یک پولی کلان نکن خیلی برای هنرمند بعد مادرم به رحمتی به یک وایب پیچاندین و لطبی این یک صندوق به ما این پولی دولت این خطا شده آمدگی یک پولی کسا یا دولت دندان شای این یک روز اینم صاحبش میپرسد اگر ناحق باشد دندان میگذد گفته میمونم بعد یک 2 هفته بود که من زنک میبیاد میشند خودی نقش شده گیده خود یک دوستی نزدیک با این میشند پدرم هم آدم خوشچقچق بودن رحمتی خنداخنده عروسی هم نقد میدانستن خنداخنده که میشنن سانی عقبش سمکش یک کاغذ میگن استا دنگی پلوچیلی مبلغ گرفتید میگن دادم میگن که گرفتم نوکک چخیر چوتا تام اشیبش نمیگن چیمو اشیب که میگن که چوتا منهاگه میگن میگن نیاد استواد رشینی художественной комиссии گروهی هم وقت با اکسپرتا بودیم نرخ میماندیم همون قراره نشان میداد و مادرم میگن که پول برار مادرم وارد میمونن میکشون اینم تو پول ماندگی پدرم این همه خیلی بسیار نه این همش من کاغذش همش پول خودتون حق و حلال مهنت کردی این موزه برای موزه خرید کردن گفته همون وقت سر کرده زانی پدرم این با آینده در کار میشد گفته گشتم اسبابای همیشه تازه کردی وای کردی بعد همون ما آموزاندن که با یک روز در کار میشد من در کار شد که میگه کم هم وقتا با اندله بود بوستان گفتنی و یا بوستان ها به اشتراک کردیم که اونجا با موافقت از چند تا نمایش ها به اشتراک کردیم شما آهسته از پدرتون من پدرم من با همین دادرم عزیز جان دادرم معروف جان دادرم شکر جان بود هم ماما با خب این بچهای جوان را معرفی کنید برای ما اینجا با اینا 2 دادرم اینم سرچی دادری خوردیم شرف جان و این نبیرم این پسری کلانیم الهام جان این پسری خوردیم الیاس جان بیلال جان هم بلد است یعنی اینا هم همین کار کنیم مگه فقط آپیش هم نمیجم خیالش که فقط 2 چشمش کار با اگر راه یک چاز بیا گیم من نمیگه من یاد گیرم میگه یکم نمایشی کلانی که بعد از صلح و آسایشتگی تاجیکا دوشنبه به برپا گردید یک برنامه کلانی ارژنگ شد ارژنگ ده شما خبرات هم بودگید هم برنامه کلانی ارژنگ به دعوت کردن یکم نمایشی کلان رفته اونجا به نمایش دادیم خوشبختانه برای همه هنرمندان این یک تکانی بزرگ
سالهای هنرهای مردمی و سیاحی تصدیق کردن اعلان کردن این هنرمندای بسیار همین روی بلند کرد با اون کسب‌ها گشته با عبودش هم بسیار ترقی کرد رفت. خب همین قالب‌هایی که حالا اینجا هست گفتید از بابایتون میراث مونده است و در برابر اون که یک مثلا کاری هنری هستن خیلی نقش‌های ظریف و زیبا دارن اینها یک مالی تاریخ هم هستن شاید که از 100 سال زیاد عمر داشته باشن. اگه یک چیز هم قید کنم که همین نقش نگار که ما مطاب میگذرانیم همش نقش نگارهای هم از طبیعت گرفته شده که رستنی و مثلا نقش نگارهای گیومتری و نقش نگارهای مثال آفتاب و مهتاب و اصلا همین خیر اون صورتی مثال جاندار از قدیم ما به وای شده که همین نکردن در کار کرد. همین گونه یک عنعنه بود در میان هنرمندان که هیچ وقت رسمی مثلا حیوانات و رسمی جاندار رو تصویر نمی‌کردن. اکنون حاضر همین قدر اربابای بابا کلانام و نقش‌های گوناگون آل بالا به صندوق‌ها پر یشکا همین قدر بسیار که حاجت ما هم به بعضی آدم‌ها سوال می‌کنن که استاد ها خودتون هم یگان نقش آفریدال سیت می‌کنه. من میگم اگر ما حالا هم نقشای بودگی یک بار هم میشه استفاده برام ولی همیشه استفاده برده تا اینستاگرام نه چون که همین نقشای هر خیلی کامپوزیسیون کردن گرید نقشای گوناگون پیدا شده هم میگیرد ولی ما همین نقشه که پدرم و اباهم و با کلانم و ماندگی همیشه امکانیت کامپوزیسیون کردن تمام نکردیم ولی کردن یعنی تمام نشد از حالا گپ کار مهنت کردم بله و این همین جامعه که حالا من بار کردم جامعه پختگی است همین متایی که شما استفاده میبرید نقش میزنید در بولاش متای پختگی بله خیلی راحت از پوشیدن بله. خیلی حس میکنم که تنهای من نفس میکشن با این و با همین متا ما هم میخوایم همین نقشای لباسای قدیمی خیلی میکردن برقرار کنیم لیکن همون متاسفانه ما هم به همون معماش همون دوزاندنی همون لباس چیزی که باشد طراح کارش دیگه کاری مان دیگه اینا کارش خیلی کم زنهای خدا ما دختگی نبیرام یا مثلا مکتب خان بودن و همون درسای مهنت و یاد گرفتگی ماشینه یا یاد گرفتگی همونا دختم که مثال طلباتی مودی حاضره و جواب داد نمیتونه که همون لباسای قدیمی با زنانه دیگرش برقرار کنیم میگیم ما که به وقت در کار. شما گفتید سالهایی که شما خورد بودید مردم کروپچه و مثلا استری کرپا، اوری کرپا، دسترخوان همه‌اش را از همین چی آماده می‌کردن. خانه شما میگونه بود همین خیلی بود. و اینجا شما مثلا پوست انار رو گذاشته. اینم پوست انار است؟ نه وای رنگی سرخ. پوست انار انوایش. این پوست انار. این پوست انار. اینم پوست انار. شما این خاک تیار میکنید؟ بله. خب برای چی اینو اینگونه؟ این پوست انار اگه اینجا اعتبار داده باشید اگر رنگ سرخی و همین رنگ‌های سرخ اینجا هست. اینش رنگ سیاه هست و بعد تگرش رنگ نه سرخ نه سفید گویی. همین رنگ سیاه ما همین انار تیار میکنیم. از پوست انار رنگ سیاه میشه. همین پوست انار بعد با دیگر رستنی‌های هم هایی و هم میشه. چی رستنی‌های استفاده می‌برید؟ اینجا با ماش هم استفاده می‌بریم. بعد آهن استفاده می‌بریم. آهن چگونه استفاده می‌برید؟ زنگ آهن نه خود آهن می‌پرتاییم یک خمای مخصوص خما ما رنگ تیار می‌کنیم. هم با هم میشه انداخته اول جوشانده بعد هم انداخته یک 40 روز 50 روز آفتاب تیز یا جوی گرم میمونیم و تیار رنگ سیاه تیار میشه. بعد رنگ سیاه متاع اول یک مخصوص انارپس با یک محلول تیار کرده هم با انداخته میجوشانیم بعد گرفته نقش پرتایی میگه رنگ سیاه میشه. اگر همون محلول به این تر نکردگی باشید همون حسابی رنگ تیار کردگی دیگه متاع عادی به مالی دیگه خودی آب باید دیده نمیشه. این بر سیب سیاه میشه. خب رنگ سرخه در بین تاگزارای ما یک رستنی رویان گفته که هست. رویان بله. همین رویان گفتن رستنی هست. همین رویان همین ریشه همین رویان نمی. اینه وقتی در آب تر میکنی رنگ سرخش بیرون میاد. اینم کوفته آرد با این اینم خاکه همون است. کوفته وای میکنیم. بعد من جایی که سرخ شدنش در کار همون یک با محلول تیار کرده همین جواب میمالیم. من خیلی من زنگارچه میشه. این حاضر رنگ دیگه به انداخته نجوشاندگی رنگ این. اینش جوشاندگی. اینش جوشاندگی.
من خیلی دیدید من از اینا موقلم کتی من اینجا با مالی نه با موقلم این مثلا نقشه‌ای وش موقلم اگه پیشتر چخل بودگی اگه چوبچه که میگرفتگی نگاش پخت میپیچوندگی همون کتی میمالیدگی از موقلمای از اگه موقلم معاصر همونم با همش نمیشد بعد یک سخت‌ترش های همون خیلیش میشد اگه همون کتی من موقلم کتی من اینجا با میمالید دیدی این نقشه‌ای چی اگه بعضی مینوش قالب آچه بچه میگن همین بعدش به کندکاری کردگی اینا مثال در رنگ تر میکنید اینجا مثال یک وای میشد تغاره روش به رنگ هم تغاره به نظر تر کرده مانده میزنیم مثال یعنی بعد قالب اما رنگ سیاه همین رنگ سیاه پیدا میشه من در کل دنیا فکر میکنم که یگانه اویله‌ای که حالا با کار چیتگری مشغول است اویله شما است بله چیتگری مثال در هندوستان هم های ترقی کردگی لیکن من مثال هندوستان با سفر کردگی نمایش‌ها و کاریمو هنرمندای هندوستان دیدگی طرز کاری و یا دیگر خیل یعنی طرز کار تاجیکانه دیگر یعنی من دیگر خیل و یا مثال اسلوب کاراشون من ایندیگو استفاده میبرن و دیگر رو چند نفر در خانه شما این کار انجام داده میتونن حالا همه‌شون میتونن زن‌ها هم میتونن یکی از همین پدرم با وقتای کار میکنن همه آدمی و مادرم بوده که یاردمچی نزدیک چی خاطره ها دارید از مادرتون از کارهای هنری که میکردن مادرم بسیاری بابای و بابا کلانم یاردمچی بودگی دیگه بعضی حالت‌های میشد که پدرم از مادرم میپرسیدن که همین رنگ چخیل تیار کنم اینش به چخیل از این رنگ چقدر اندازم این اکو چخیل میارش چخیل نفتم میفتم مادرم میدانستن اینش این خیر کنید اینش این خیر کنید فته میفتن مثلا کتاب میگوییم رنگ سیاه همون چقدر جوشانده نشه بسیاری کنید برای رنگ تیار کردن وقتش به زنها جوشانده همونش به اعتبار میکنن همون اسبه هم کار همونا میشن مادرتون چگونه غذاها میپختن فرقه جان سوالی عجایب دادید درباره طعام‌های مادرما پیشتر یک عنعنه بود هر خاندان نان میپخت نان پختن یکم اول یک لاچیره گفتگی چیز بود همین تنور رو میچسباندن و هم تو کنده هم یک تیز میدادن و یک نانی با مزه بود بعدی وای نانی خانگی میپختن دویم همون یک تنور بود همین چیز از بین رفتگی دیگه حالا یک تنده یاشا با لاچیره گویده که نمیداند این چی ما خاطرام ماندگی حاضر آیلا ما یا ویا کن نگفتیم اما تیار کرده نمیتونن همون که این مقصد یکی از عنعنه‌های عجیبی سال یک نانورمک گفتگی چیز بود یعنی همین دستگیری پدر و مادر بود و همین مثلا آینده بینی پدر شما بود که همین کسب از میان نرفت البته و خوشبختانه امروز با افتخار گفته میتوانیم که تاجیکستان وطن چیتگری است تاجیکستان یکی از کشورهای پیشرفت در عرصه دنیا با آفریدن همین گونه هنر است و همین هنر باعث شد که شما مثلا سفرهای خارجه داشته باشید به اروپا و امریکا و به تمام دنیا سفر کنید و مثلا هنر سنتی تاجیک را به دنیا معرفی کنید از کجا شروع شد سفرهای شما و کجا شما را دعوت کردن خیر سفرهای اولی ما از فدراسیون روسیه سر شد همراه پدرم رفته اونجا به پدرم چندین بار همون ویدینخی سربه میدلی طلا گرفتگی بعد من چندین دولت های اروپا با از کدام سال وقتی زمان استقلالیت بعد سفرهای خارجی ما از دور صاحب استقلالی تاجیکستان شد با پدرتون میرفتی؟ نه اون وقت با پدرم همه سن و سالشون برجا مانده بودن در زمان استقلال از کدام کشور شروع کردید سفر کردن؟ به کدام کشورها رفتید؟ بعدی هم اول یک چند بار روسیه رفتیم قزاقستان رفتیم ازبکستان رفتیم بعدی فرانسه رفتیم ایتالیا رفتیم گرمانی رفتیم این طرف دولت های عرب رفتیم چندین تا هندوستان رفتیم
در وقتی من نمیتونم دادرام رفتگی چندین دولت آباد. فستیوال ها در آزمون های بین المللی زیاد اشتراک کردید. کدامش میشود بگید کجاها جایزه ها گرفتید؟ آخران میشه گویی میکنم اینجا به مثال نمایش و این دیپلم و یا بسیار رو 2 سال پیش مرغلانبا فستیوالی بین الخلقی شده گذشت. پیشنهاد کردن اونم اونجا رفته اشتراک کردیم در بین نمیناتی هنرهای قدیمه و نگاه داشتنی هنرهای قدیمه و چیتگری همین جای یکم میسر شد که به من دادن با دیپلم و تحفه و مکافات و همش یک جای همین به من میسر شد در بین چندین یک 28 دولت دنیا از آن همین نمیناتی مثال نگاه داشتنی کسب قدیمه رواج رونق داشتنی کسب قدیمه و چیتگری از آن جمله همه میسر شد. خب حالا ما در یک زمان قرار داریم که مثلا طبیعت خراب می شود و مثلا انسان ها ما دیگر لباس های طبیعی را کمتر استفاده میبریم، متاهای طبیعی کمتر در میان ما است، ولی آهسته آهسته مثلا مردم علاقه درک میکنن که مثلا متاهای طبیعی، نقش و نگار طبیعی ارزشش مثلا دیگرگونه است، آنها به سلامتی انسان منفعت بخش هستند. همین گونه صحبت ها می شود وقتی که به سفرهای خارجه می روید در طرف این چیزها حرف میزنن؟ خارجی ها وقتی فهمیدن که رنگ طبیعی بسیار طلبگاری خریداری کردن همین متاع بسیار می شود، لیکن در دستور که ما هم حاضر همین چیز سر شده ایستاده است. خیر یک مثال عادیش همین که برنامه در آوردن لباس های ملی حاضر همین مسئله با از طرف پیشوا ما پیشنهادهای نقش شد، یک دستگیری شده است. همین چیز هم یکی از وقتی لباس ملی از همون متاعهای پختگی میکنید این هم علاقه یک نمودی دیدید یک چیزی که برای سلامتی فایده شه، علاقه همین هم یک دستگیری عنعنه‌ای ملی مردم ما میشد. این هم یک به کلام دستگیری آینده باور داریم که همین چیزا ترقی کرد رود دیگر همین نقش شود در کار. خب تشکر زیاد. واقعا اگر من اینجا نشینم و سوال‌های زیاد دادن گیرم فکر میکنم صحبت ما پایان نمییابد، چون خاطره‌های خیلی زیاد دارید، خیلی یک گنجینه بی‌بهای هنری رو در سینه خود حفظ کرده اید و امروز آن را به نسل‌ها انتقال میدید. حالا مثلا خردترین نبیره شما علاقه از تکنولوژی آماده کردن چیتگری واقف است و این از آن درک میدهد که این کسب نادر از میان نمی رود، یعنی از نسل به نسل دیگر انتقال می یابد و یک به قول برندی تاجیکی می شود. من شرف جان مایدک بود و اینا مایده بود. کلان شوی چی میشی؟ گفته خیلی سوال کنم من چیتگر میشم، من چیتگر میشم. واقعا چیتگر شد. واقعا چیتگر شد. واقعا خسته نباشید، تشکر زیاد، زنده باشید. ما آرزوی سلامتی شما داریم، آرزوی آن رو داریم که همین گونه مثلا زیبایی بیافرید، همین گونه معرفی‌گری هنر و فرهنگ ملت تاجیک در رسای بین المللی باشید. خسته نباشید. سپاس به کلی شما که امروز در بر ما بودید و واقعا من لذت بردم از آن که امروز در حلقه شما نشستم و صحبتی صمیمی داشتیم. سپاسی فراوان. خیلی خدا ما خوشبخت میکنیم که اپشتیم کسب ما کدام درگاه بنریم، خواه درگاه دولتی و خواه درگاه مردم با همشون عزت و حرمت میکنن. از قفای چی از قفای مهنتی حوالی که ما همین کره مردمی تاجیک هنرش نمایش داده ایستادیم، ما اینا خیلی شکر میکنیم. سپاس، تشکر زیاد. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه گنجو رسیدیم. ما این برنامه رو از شهر استروشن پیشنهاد شما گردوندیم، درباره هنری نادری چیتگری صحبت داشتیم و مطمئنم که این صحبت، این برنامه برای شما نیز پسند آمد. همیشه دوستدار فرهنگ، تمدن و ملت خویش باشید. خیر تا دیدار دیگر.